بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران الإسلام، در این روزی سعید جمعه قبل از همه روزی اجابت دعا کنیم که پروردگار این روزی جمعه و همه روز و همه وقت و همه سال ما رو با برکت مبارک، تمام نیکی ها و طاعت عبادت ها و عمل های صالحی ما را به درگاهت قبول بفرما. پروردگار در این روز سعید جمعه، روزی اجابت دعا، گذشتگان همه ما را رحمت مغفرت، قبرهایشان را با نور قرآن منور، روحهایشان را شاد بگردان. پروردگار در این روزی مبارک، روزی با برکت و اجابت دعا، همه این حاضرینی که آمدند به امید خانت و دست امید به سوی خودت برداشتند، هر یک امیدها و آرزوها و نیتهای نیکی دارند، پروردگار در این روزی مبارک همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. پروردگار همه حاضرین را عمری درازی به دردی با برکت، کامیابی های دائمی و سعادت دارین نصیب و روزی بگردان. پروردگار کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. تمام بلا و وبا و فتنه ها را ببردار. فیض و خیر و برکتت را دائمی و ارزانی و همیشگی بگردان. پروردگار برادران ما و هموطنان عزیز ما در مهاجرت مهنتی هر کجای بیرون در خارج هستند، در کسب و کارشان برکت و توفیق را رفیقشان بگردان و در مهنت و زحمت و تلاش‌هایشان برکتت را زیاده بگردان و با عزت و با برکت و سالم و غانم به نزد پیوندانشان بر بگردان. پروردگار مدتی است که این مسجد و همه مسجدها، خصوصا این مسجد مرکز، استادها مهنت و زحمت کشیده ایستادند و مبلغ گذارها سنگ گذاری و مبلغ گذاری میکنند. در عوض این همه مهنت و زحمتشون برایشان برکت و سعادت و عزت دائمی این دنیا و آخرت نصیب و روزی بگردان. پروردگارا پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور و اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. پروردگار دعاهای ما را به درگاهت قبول بفرما، دستهای ما را خالی مگردان، همه ما را از بندگان صالح مصلح نیکی نکوکارت قرار بده. وصلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران الاسلام، موضوع موعظه امروزه ما و شما اعتقاد نادرست دینی، پیروی بر رویه و مذهب بیگانه، ابزار استفاده قوه‌های تروریستی و اکستریمیستی. یعنی ساده و عادی اگر این موضوع رو بیان کنیم، همه اونایی که پیروی از گروه‌های افراطی میکنند یک بازیچه دستی گروه‌های بدخواه میشوند. همونایی که از مذهب روی میگردانند، پیروی از مذهب نمیکنند و به هر گروه‌های افراطی میروند، اونا لقمه یا بازیچه دستی گروه‌های بدخواه میشوند. گروه‌های بدخواه این جوانانی، یعنی از مذهب بیرون رفته، دورمانده، الهیده، آواره، سرسان سرگردان رو هر کجا که بخواهد سوی استفاده میکند برای منفعت‌های شخصی خود و برای منفعت‌های ژئوپلیتیکی و دیگری خود سوی استفاده میکنند. و در نتیجه دیده ایستادیم که چقدر کشورهای مسلمان نشین یا اسلامی سوخته ایستادند. ترکش‌ها و کشتارها و ترورها و بیرحمی و خونریزی و خدا نشان دهد یک چند سال قبل در هم دولت عربی الجزایر دو فرزند یک پدر و مادر به خاطری که عقیده ها با هم موافق نمی آید بحث و دعوا و خرخشه زیاد میکنند. میخیزد فرزندی پدر و مادر خود را در شب خوابش کافر گفتن میکشد. خدا نشاند فرزندی پدر و مادر خود را یعنی در شب خوابش به قتل میرسوند. برای چی؟
به خاطر که اون بازیچه دست یک گروه افراطی، یک گروه بدخواه شدگی بود، برای همین اون رو استفاده میکنن. حالا میگن فرق نمیکنه، دو برادرت است، پدرت است، مادرت است. و مادری خود رو در نزد چشم مردم کامراها سرش رو برید، اون افراطی داعشی یا که دیگر. باید مسلمان احتیاطکار باشد، خصوصا دین و اعتقاد و مذهب و یعنی دینداریش رو همیشه از یک انسان خیرخواه، عالم واقعی، نه یک نفره که 4 حدیث و 4 آیت رو با شرح و تفسیر و ترجمه های غرضناک نادرست در مغزش جای میکنند، صدها نفر بعد گمراه میکنند. من گوگل در صحبت به یادم بیاید یک حالت رو میگویم، حالتهای در کودکی میدیدم، همون رو میگویم، ولی در یادم آمد. در همون دهه باز کلانسالترایی که میخواستن یک جنگی تماشا کنن، بعد کودک رو میگفتن تا از خدا میترسی ازی. نمیدونم شما هم دیدگی هستید نیستید، چنین بود، حالا هست نیست نمیدونم، خدا نشان ندهد. بعد اون کودک رو میگفتن که از خدا میترسی ازی. از خدا میترسی کیه؟ من چی میترسم ازی؟ که میگه از خدا میترسی یه تیره بزن. بعد یک مشت او رو میزد. بعد میدیدی که هر دو طرف دهن و بینی هم پری خون، همه زن و زن شپوشه به هیچی. و یک جمله یعنی بفته سخته توفته، یعنی که در ظاهر یک مضمون، یعنی کودک رو در ظاهر یک گمراه میکند. ببینید با چی گناه بده، با چی کاری بده، با چی معصیت میبرد. ما الحمدلله که از وقتی که عقل داشتیم دویم خانواده و پدر و مادر و بچم مسلمانی زدن نیست، مسلمانی کشتن نیست، مسلمانی آداب است، مسلمانی اخلاق است، مسلمانی رحم شفقت است، مسلمانی. دویم نصیحت که داشتیم میگفتیم ای بچه نک او بولای، بعضیش دست میکشید بعضیش میرفت. تمام. کودک رو بعضی دانشمندان اسلام میگن که شخصیت تو همون 6 سالگیش یعنی ساخته میشود. تو 6 سالگی رو علاقه شخصیتش و حیثیتش و چی بودنش علاقه همین جو ساخته میشد. تو 6 سالگی رو علاقه فرزند باید که شما آماده کنید، از همه چیز بخبر کنید. دویم بچم اینی او بولا سی ثواب است، اینی کارا نکی، کارا بکو قطی امکیت بخیر از جو سلام کن، احترام کن. میبینید بعضی فرزندا با امک بچه‌ها سگ پشید، چشم دیدن ندارن به هیچی. چرا با امک بچه اینقدر دشمن، حتی با پدر خود دشمن هستن؟ برای که اون مادر در گوش اون فرزند میخوند این امکت اینه دیگر. زندگی کی به مشکلی و به یعنی پست و بلندی هست؟ کی؟ از دهقان تا وزیر همه هر چقدر بالا رفتید مشکلی با هم بالایی، با همون سطح صفت خودت مشکلی به وجود می آید. هر چقدر زندگی عادی و ساده داشته باشید مشکلی همون قدر عادی و ساده می شود برات. حیات از این زندگی هست.